اگه من با این پسر اشکول کاپل نشم حذف میشم؟ احتمالاً عشقم. با من اینو نمیخوام، این خیلی عقب مونده است. عجب گیری کردیم ما. عزیزم من دیگه یه حدی توان دارم، نمیتونم همه رو راضی کنم که. من از 20 تا رأی 19 تا رأی دارم، یه دونه رأی هنوز کم دارم. برای همین با این اعلام کاپلی کن، بمونی تو برنامه تا بعد ببینم چی کارت کنم دیگه. تو رو مجبوری انتخابش میکنم دیگه. حالا فعلا بمونم تو برنامه. دختره بود اومده بود اینجا، حالم ازش به هم میخوره. دختر پر رو. کیو میگی؟ تناز؟ آره دیگه، من خیلی نمیشناسمش، نمیدونم. بابا تو چه شارلاتانی هستی، چه آرسن لوپنی هستی. تو نمیشناسیش؟ کل عوامل فک و فامیلاتن، تو اینو نمیشناسی؟ دوستم داری نه؟ دوستم داری. عاشقمی. بگو عاشقمی. میبینی برام؟ بگو همه اینو میبینن، همه میبینن اینو. بگو. جلل خالق، این دیگه چه موجودی بود خدایا، ما این تو خواب شبمونم نبینیم. نگار عشقم کجایی؟ نگار جان، برفرض من قربونت برم، اینجا بوی تو میده هم به جاهاش. برفرض من اصلا اومدم اینجا تو رو ببینم. من از این که پشت به خیانت شاهین واقعی ایستادم عید خوردم یکم، ولی بقیه به خدا رو موج مدن سواری کردن. همه میخواستن رابطه ما رو خراب کنن، ولی ما خیلی استوار و محکم وایسادیم. برفرض بابا، اینجا ما روزها و شبها گذروندیم. بعد انقدر آدم موفقی بودم تو این ویلا که نگم براتون. هر کی دلش خواست بیاد من بهش مشاوره رابطه بدم. من میتونم تو تحکیم روابط برفرض کمک کنم. شما خودتون اصل مشکلین. وقت میخوایم به این بنده خداها مشاوره بدین. چرا شما رو وردشن آوردن تو برنامه؟ فرناز من ببخش. نه من نمیدونم تو رو بخشم. من اصلا نمیدونم تو رو بخشم. بابا نفرزن. هر چی بین من بوده تمومه. ولی دیگه نمیخوام صدا تو بشنوم. من رفتم بالا نشستم پیشش، میگم کی بهت زنگ زده؟ اوکی؟ سوال معمولی. اوکی؟ میگه پاریسا. فکر کردم من خرم. حالا من شنیدم صدای پسر داره میاد. مگه میشه؟ گوه میخوره به من دروغ میگه. من زندگیمو ول کردم، بلیط داشتم، خدا شاهده که با رفیقام می‌خواستم برم اشغال، به خاطر این انتر پشتم اومدم تو برنامه. حالا به من دروغ میگه، داره با ایکسش حرف میزنه. نمیشه که. جاوید بیا کارت دارم. عزیزم دارم حرف میزنم. اومدی نیومدی دیگه نیا. با این چه رفتاری آخه؟ همین است که میگم ما به درد هم نمیخوریم دیگه. همش بی احترامی نفرین بر تو. جاوید جون داداش، ما که میدونیم پلن چیندی چی کار کنی. چرا بهونه میاری؟ چرا چرت و پرت میگی؟ کدوم عشق و حال؟ تو از اول برنامه چیده بودی موژان بیاد باهاش کاپل چی؟ بابا این چهارمین دختریه که اینجا عشقشو در آورده. خیلی آدم تاکسیکیه. تاکسیک یعنی مودی؟ نه یعنی سمی. خب شاید یاد گرفتم اینم. خب رسیدیم فینال. این فینال خیلی مهمه ها. یکی حذف میشه. شنیدم همتون ریدین به خودتون و از ترس حذف کاپل شدید. حالا مهم نیست. شنیدم دیشب یه سری اتفاقات هم افتاده. جاوید برات خانم صالحی، شما کاپلتون با اکسش حرف بزنه باهاش ادامه میدید یا نه؟ بعد تازه اومده به من میگه پریساس. بعد من فهمیدم نه پریسا نیست، اکسشه. داره به من دروغ میگه. خانم صالحی راستش من ترسیدم، وگرنه اصلا به جاوید چه ربطی داره؟ من با کی حرف میزنم؟ بابا اسکله. 2 روز نیست هم دیگه رو میشناسیم، فاز برداشته واسه من شنیدم موژان داره میاد، دنبال اینم که بپیچونم تو رو. فقط تو رو به خاطر برگشت به برنامه فقط میخواستم بابا. اینا کی تو رو گردن میگیره؟ بابا حالمو به هم زدید شماها. بریم سراغ رای گیری. یاشار پاشو. به بود من چه کار دارین آخه؟ از این بود من نباید بلند شم، من کاپل دارم. احسان به عنوان صاحبخونه حق داره بگه تو پاشی. وحیدم که از قبل کاندید حذف شده بود. بریم سراغ رای گیری. خب رأی‌ها رو شمردیم، همه رأی دادن به وحید، ولی پنجلی حذف نمیشه. بازم مثل همیشه گول خوردید. ما خیلی بانمکیم. جاوید و سپید هر دو تو این مسئله مقصر بودن، برای همین قضاوت واگذار میکنم به خودتون. من هنوز اکسمو دوست دارم. یعنی من دوست نداری؟ چرا عشقم؟ تو هم دوست دارم. بابا لعنتی، تو الان گفتی منو دوست داری، نگفتی؟ چرا؟ تو هم دوست دارم. باورم نمیشه نشستم دارم به این مزخرفات گوش میدم. سپید پاشو بزن تو دهنش، نشستی داری چونه میزنی؟ موجان تو چی؟ شنیدی اینجا با همه رل زده، چه کثافت کاریایی کرده، بعد میگی میخوام بیشتر بهش فرصت بدم. ماشاءالله جاوید عشقش از بین نمیره، از یکی به چند نفر انتقال پیدا میکنه. نمیشه همزمان 2 نفر رو دوست داشته باشی که، میفهمی؟
سپیده حالت خوبه؟ خوابت برد چرا؟ یکی به داد این بچه برسه، نگرانشم. حالا رفتی به سپیده هم گفتی من خاطرات موجان رو دوست دارم، خودشو دوست ندارم. عزیز من خام نشو، من به شما توضیح دادم کاملا درست اصولی. من نمیتونم شما رو دوست نداشته باشم، دوست دارم، اما اونم دوست دارم. من همه رو دوست دارم. دروغ میگه، به منم گفته دوستت دارم، بعد گفت من اصلا با موجان کاری ندارم. جاوید خدا بگم چیکارت کنه. خدا وکیلی الان دعوا سر توئه. جون جاوید دونویس تو به منم معرفی کن، شاید وقت ما هم باز شد. چی دیدن تو آخه؟ ببین من هیچ بی احترامی به هیچ دختری اینجا نکردم، اوکی؟ جاوید تو رو خدا تو ببخش، ما بی احترامی کردیم، تو به بزرگیت ما رو ببخش. من نمیدونستم موجان داره میاد. بابا تو این صفحه شطرنج همه مهرها رو خودت چیدی، بعد میگی نمیدونستم این میاد. نکن تو رو خدا. ببین سپیده، تو باید برای من بجنگی اگه منو میخوای. به نظرم اینقدر این آدم جنم داره که یه نفر خوشش بیاد اکسش هم بیاد، اکس و نکس و همه رو با هم دوست داره. خیلی پسر گلیه جاوید، باید قدرش رو بیشتر بدونی سپیده. عجب اشکالی این سرجی داداش شیشه میزنی؟ سرجی من واقعا نمیدونم راجع به تو چی بگم، خستم کردی، کامنتی نمیذارم راجع به تو. بابا جاوید ای بود ببین تو مغز ما رو یه دور سینگل بمون دیگه. از همه بودا تو ما رو سایدی. بابا من چرا کار نکردم که اوکی؟ دیگه چیکار می‌خواستی بکنی؟ هر بودی نگاه میکنم تو یه دستی بر آتش داری. ببین عزیز من برای موجان میمیرم، اما حواستون باشه من به خاطر سپیده تو رابطه نمیرم فعلا. البته جاوید جان منت میذاری سر ما داداش، چجوری از شرمندگیتون در بیاییم؟ من واقعا دیدم تو این زندگی که این جاوید تو 30 روز با 6 نفر رفته تو رابطه. اون وقت من شبا با خودم منچ بازی میکنم، بعد خودم از خودم میبرم ذوق میکنم، بعضی وقتا با خودم شرطی هم میزنم. خودش اومده میگه من اکسم دوست دارم، اوکی؟ بعد به من میگه تو چرا دوستش داری؟ داداش ما پشت توییم، نگران نباش، خیالت راحت، تو داری کار درست میکنی. الان اینجا دوربینه، من نمیتونم خیلی حرفا رو بزنم. تو نبودی اونجا داشت با 2 نفر لاست میزد، با معیار تو استخر بود، با سجادم که میخواست کاپل شه. داداش اینا رو الان باید به من بگی؟ بابا تو استخر بودن دیگه، حالا چیزی نشده که، ولی منم دیدم راست میگه. سجادم که دروغ نمیگه، خودش اومد گفت دیگه دوست دختر چی میخواسته بهش بگه. تو استخر چجوری آخه مثلا تو استخر چجوری بودن آخه؟ ها؟ ناجور داداش، خیلی ناجور. بابا حال موین خراب شد، رفت تو کما. این صحنه رو دید، چون اصلا هم اونجا بودش دیگه. بعد من و سرجو کمکش کردیم، به خدا وگرنه مرده بود. بابا اینا رو الان آخه باید به من بگین؟ من اینا رو بعد از شما بشنوم؟ بابا روی این تاپ من حتی با پسرم نشستم، اینا هی میرفتن رو تاپ قل میخوردن، هه میخندیدن، خجالت هم نمیکشن. حالا بعد کاری ندارم، ولی سجادم دیدی که گفت به من چی گفته، با اونم میخواسته بره تو رابطه. موین بگو دیگه، تو هم اونجا بگو دیگه، تو رو خدا حرف بزن. وای داداش تو هم خاله زنکی هم دو به هم زن، اصلا دیگه نمیخوام راجع به تو حرف بزنم. راستش اینا تا صبح با هم تو استخر بودن، من هم دیدم. میگم واقعیت حالم بد شد و نتونستم دیگه چیز کنم. عوامل اومدن گفتن برید. بچه‌ها دمتون گرم، دستبوس همتونم، اوکی؟ من واقعا به بهونه نیاز داشتم که بتونم بپیچونم این سپیده رو. دمتون گرم، استفاده هامو کردم تمام. ولی کاش زودتر میگفتین بابا. خب زودتر بگید دیگه. ببین این بود که ببینی اسم این برنامه جاوید و روابطش هست، ما هم پیام بازرگانیم به خدا. خیلی خب دمتون گرم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره مثل همیشه حمایت کنید و لایک و کامنت فراموشتون نشه، برای دوستاتون هم بفرستید ویدیو رو. در ضمن کسایی هم که دوست دارن از ما حمایت مالی کنن، لینک حمایت مالی رو تو کامنت ها براتون میذارم. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.